به نام خدا. فصل اول کتاب با عنوان الکتریسیته ساکن. خب اگر بخوایم مقدمه ای از این فصل رو داشته باشیم، عنوان مقدمه، خود واژه الکتریسیته از واژه یونانی الکترون گرفته شده که در زبان یونانی به معنای کهرباست. اما سابقه دانش انسان در مورد الکتریسیته به 6 قرن قبل از میلاد مسیح میرسه. سابقه دانش انسان در مورد الکتریسیته به 6 قرن قبل از میلاد مسیح میرسد، آن هم توسط تالس، فیلسوف یونانی کشف شد. بدین صورت که مالش اجسام با یکدیگر باعث جذب اجسام دیگر میشد. اما امروزه میدونیم که خیلی از پدیده ها منشأشون همین الکتریسیته ساکن. امروزه مشخص شده که منشأ خیلی از پدیده ها الکتریکی است. مثل چی؟ مثل راه رفتن یک مارمولک روی دیوار یا آذرخش و امثال. خود مبحث الکتریسیته به 2 بخش تقسیم میشه. الکتریسیته ساکن و الکتریسیته جاری. خب این فصل مربوط میشه به الکتریسیته ساکن. الکتریسیته ساکن که بهش الکتروستاتیک هم گفته، علم مطالعه بارهای ساکن را الکتروستاتیک مینامند. یعنی در این فصل تمامی مباحثی که ما داریم با فرض این هسته که بارها در موقعیتی که قرار گرفتن ساکن هستند.
بار الکتریکی ما دو نوع بار الکتریکی داریم. دو نوع بار الکتریکی داریم، مثبت و منفی، که توسط دانشمند آمریکایی آقای بنجامین فرانکلین نامگذاری شدند. به عنوان مثال اگر میله شیشه‌ای را با پارچه ابریشمی مالش دهیم، دارای بار مثبت می شود. یا میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش دهیم، دارای بار منفی می شود. پس میتونیم بگیم که نوع باری که دو جسم بر اثر مالش پیدا می کنند به جنس آنها بستگی دارد. خب این بارها بر روی هم، بارها بر روی یکدیگر اثراتی دارند. بارهای همنا یکدیگر را دفع و بارهای ناهمنام یکدیگر را جذب می کنند. همونطور که مشاهده می کنید هر اتم از یک بخش مرکزی بسیار کوچک به نام هسته تشکیل شده است که دارای ذرات پروتون با بار مثبت و نوترون بدون بار می باشد و الکترون ها به صورت آزادانه در اطراف هسته در حال چرخش می باشد و بار آنها منفی است. از آنجا که در حالت عادی تعداد الکترون ها و پروتون ها
برابر است و همچنین اندازه بار الکترون و پروتون با هم برابر است جمع جبری آنها صفر می شود. نتیجه این که اتم در حالت عادی خنثی است. پس اتم در حالت عادی خنثی. حالا اگر جسم الکترون بگیرد، خب اینجا توازن بین بار مثبت منفی به هم میخوره. جسم الکترون بگیره دارای بار منفی و اگر جسم الکترون از دست بدهد دارای بار مثبت میشه. پس منشأ بار الکتریکی به هم خوردن توازن بین الکترون ها و پروتون های یک جسم. یکای بار الکتریکی. یکای بار الکتریکی در SI کولون است که با C نشان داده می شود. در ضمن نماد بار الکتریکی هم کیو است. نکته‌ای که باید به اون اشاره کنیم اینی که یک کولون بار بسیار بزرگی است. مثلا در یک آذرخش باری از مرتبه 10 کولون به زمین منتقل می شود، یا اینکه در اثر مالش یک شانه پلاستیکی با موی سر باری از مرتبه نانوکولون منتقل می شود. پس یک کولون بار بسیار بزرگ. خب همونجور که گفتیم اجسام در اثر گرفتن یا از دست دادن الکترون باردار میشه. به دست آوردن یا از دست دادن الکترون در دو جسم که با یکدیگر در تماس هستند را میتوان از روی جدول تریبو الکتریک که موسوم به سری الکتریسیته مالشی است
مشخص کرد. خود کلمه تریبو به معنای مالش. خب در این جدول هرچه از بالا به پایین بیاییم الکترون خواهی مواد بیشتر می شود. یعنی الکترون از ماده بالاتر جدول به ماده پایینتر آن منتقل می شود. به عنوان مثال، مثلا اگر کاغذ با کهربا مالش داده شود، همونجور که می‌بینید کاغذ توی جدول بالاتر از کهربا قرار گرفت. پس اگر کاغذ با کهربا مالش داده بشه، الکترون از کاغذ به کهربا منتقل می شود. پس کاغذ دارای بار مثبت و کهربا دارای بار منفی می شود. اینم جدول تریبو الکتریک. روش های ایجاد بار الکتریکی همونجور که در سالهای قبل خوندیم: 1 مالش، 2 تماس و 3 القا. شما به عنوان تمرین روش‌های ایجاد بار الکتریکی را توضیح دهید. هر کدوم از اینا رو به طور کامل توضیح میدیم. اما الکتروسکوپ رو داریم یا به عبارت دیگه همون برق نما. قبلا باهاش آشنا شدیم. وسیله‌ای است که با آن میتوان 1 باردار بودن یا نبودن، 2 نوع بار که مثبت یا منفی باشه، 3 رسانا یا نارسانا بودن جسم، 4 مقایسه بار دو جسم. وسیله‌ای است که با آن میتوان باردار بودن یا نبودن، نوع بار، رسانا یا نارسا بودن جسم، مقایسه بار دو جسم را مشخص کرد. به عنوان تمرین شما هر کدوم از این هر یک از 4 مورد بالا را به طور کامل توضیح دهید. یعنی اینکه با استفاده از یک الکتروسکوپ
چگونه میتوان باردار بودن یا نبودنش رو مشخص کرد، نوع بارش رو مشخص کرد، رسانا یا نارسانا بودنش رو مشخص کرد و بار دو جسم رو با هم مقایسه کرد. این 4 مورد رو به طور کامل توضیح میدیم. خب ویژگی های بار الکتریکی. بار الکتریکی کمیتی پایسته است. پس اصل پایستگی بار الکتریکی، این میگه بار الکتریکی کمیتی پایسته است، یعنی در هر کنش و واکنش میزان بار قبل از کنش و واکنش برابر با میزان کل بار بعد از کنش و واکنش است. به عبارت دیگه مجموع جبری همه بارهای الکتریکی در یک دستگاه منزوی ثابت است. یعنی بار می تواند از جسم به جسم دیگر منتقل شود بدون اینکه تولید یا از بین رود. پس اصل پایستگی بار اینه که بار کمیتی پایسته. دستگاه منزوی هم دستگاهی است که نه از محیط اطراف خود بار بگیرد و نه به آن بار بدهد. به عبارت دیگه هیچ گونه تبادل باری با محیط اطراف خودش ندارد. ویژگی دوم بار الکتریکی اینه که بار الکتریکی کمیتی کوانتیده است. یعنی اینکه بار کمیتی ناپیوسته است و فقط میتواند به صورت مضرب‌های صحیحی از بار یک الکترون باشد. بار الکترون کمترین مقدار بار الکتریکی که مربوط به پروتون و الکترون است. اندازه بار هر الکترون و پروتون 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 و اون رو با این کوچک نشون میدم که بار بنیادی نامیده میشه. پس بار یک الکترون منفی ایه، یعنی منفی 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 و بار یک پروتون مثبت ایه، مثبت 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 بوده. حالا اگر جسمی به تعداد n الکترون از دست دهد، مقدار آن برابر است با Q مساوی با مثبت منفی n. E مساوی با 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 و n مساوی با 0 1 2 و n مساوی با 0 1 و 2 مجموعه اعداد حسابی میتونه باشه.
وقتی میگوییم بار الکتریکی کوانتیته است یعنی در این رابطه n یک عدد صحیح میتونه باشه. حالا اگه مثبت منفیش هم در نظر بگیریم یک عدد صحیح میتونه باشه. نمیتونه مثلا باشه 1.5 ای یا 3/2 ای. باید مطلب صحیحی از ای باشه. این میگیم بار کمیتی کوانتیته است. میخوایم مثالی بزنیم. مثال یک میله شیشه‌ای در اثر مالش با یک پارچه ابریشمی 5000 الکترون از دست می‌دهد. مقدار بار الکتریکی میله و پارچه را محاسبه کنید. خب n مساوی با 5000. پس Q میله الکترون از دست میده بارش مثبته. پس Q مساوی با مثبت n میشه بار میله شیشه‌ای مساوی با مثبت 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 کولون ضرب در n که 5000 مساوی میشه با 8 ضرب در 10 به توان منفی 16 کولون. خب این میشه بار میله. بار پارچه هم همین اندازه ولی منفی 8 ضرب در 10 به توان منفی 16 کولون. اما ویژگی بعدی بار الکتریکی اینه که ویژگی سوم، بار الکتریکی کمیتی نابرداست. یعنی چی؟ یعنی بار الکتریکی سرعتش هرچه باشد یکسان است، حتی نزدیک به سرعت نور. مفهوم ناوردا به رفتار سیستم های تحت شرایط نسبیتی، یعنی در سرعت های نزدیک به سرعت نور برمیگردد. سرعت نور که 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه است. مثلا جرم، طول و زمان تحت سرعت نور تغییر می کنند. پس اگر بار الکتریکی سرعتی هم معادل سرعت نور به خودش بگیره مقدارش تغییر نمیکنه. اجسام از لحاظ اینکه
بار الکتریکی را از خودشان عبور دهند به 3 دسته رسانا، نارسانا و 3 نیم رسانا تقسیم میشه. حالا رسانا بیرونی ترین الکترون ها که آنها را الکترون آزاد مینامند میتوانند نسبتاً آزادانه در سراسر ماده حرکت کنند و بار الکتریکی را در جسم جابجا کنند. مثل فلزات. نارسانا الکترون های والانس قویاً به هسته های خود مقید می باشند. اما دسته سوم نیمه رسانا بودند که تعداد الکترون های آزاد فقط کسر کوچکی از تعداد الکترون های آزاد در فلزات است، مثل ژرمانیوم یا سیلیسیوم یا گالیوم. نکته‌ای که در باره نیمه رسانه ها باید بگیم اینه که نیمه رسانا الکتریسیته را هدایت می کنند، اما مقاومت آنها در برابر جریان بسیار بیشتر از فلزات و البته بسیار کمتر از نارسانا هاست. خب درس ما میرسه به اول قانون